ببین یه دونه درخت پیدا کردم ازش یه دونه توی ایران هست. 24 گونه مرکباتو روی یه دونه درخت پیوند زده با قبون خوش‌ذوقش. یعنی میوه فروشی بری اینقدر تنوع نداره. ببین پومولو، نارنگی محلی، چند مدل نارنگی، لیمو توسر، انواع و اقسام. اینم نارنگی از این مینیاتوری هست. گرین فروت، پرتقال. این پرتقال رو ببین، پرتقال موزیه، تا حالا ندیدیم. ببین شکل موزه، درختش 50 سالشه. بیا باغبون خوش‌ذوقش اسمشو گذاشته درخت دوستی، بین مرکبات دوستی انداخته. ببین چقدر تنوع میوه. ببین اینا مرکبات خاصه همش. نارنج، بعد یه دونه میوه داره اون بالا. ببین اون میوه درشترین نوع پرتقال، اسمش سلطان مرکباته. تقریبا فکر کنم 2 کیلو 3 کیلو بشه. با این چیز فرق داره. با این پومولو اینا فرق داره. این ماشاءالله چیز فیزیکی هم میکنه، مقابله با آفت فیزیکیشه. ببین اینم یه درخت دیگه است که 2-3 مدل میوه. حالا من زیاد وارد نیستم. این نارنجه، اینا پرتقال موزیه. ببین چقدر بار داده ماشاءالله. اینا گرین فروته، چند مدل. روی هر درختی 2-3 مدل میوه داره. اینجا این جالب. اینا رو ببین اندازه کله منه. اینا پومولو اسمش. واقعا مرکباتم دنیای خودشو داره، خیلی تنوعش هم زیاده.